قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسلام عزیز برای از اینکه جرم ثابت شد سه چیز پیش میکند. میگه اول اقرار است. هر مجرم خودش اقرار بکنه، به اساس اقرار خودش محکمه میشه. دوم به اساس شهادت. تو 3 نفر شاهد میاد میگه فلان این کار کرده، شاهد شهادتش پیش قاضی در صورتی که عادل بوده باشه قابل قبول است، محکمش میکنه. سوم شواهد قاطعانه، شواهد قاطع که در هیچ شکی نیست. هرگاه پیدا شود که امروز ما شما تثبیت میکنیم انگشت است، عکس است، سخنش است و ده ها دلایلی که او هم در فقه اسلامی تشریح شده. هرگاه شواهد قاطع که دیگه اونجا باز هیچی نباشد، دیگه هم سخن نباشد، یه اثبات کننده جرم است. غیر از او با زور سر هیچ کس حق نداره که چیز را ثابت بکنه، با زدن و با گفتن و با توهین و به این گپا نمی شود. و مهمتر این گپ که همین محاکم که مجرم را جزا میدهد به خاطر تربیتش است. مجرم را چی میکنه؟ به خاطر تربیتش است. از این خاطر که یعنی جزایت است که تو تربیت شوی، اصلاح بکنی. ولی تو کارکتش میکنی که دیگه هم عقده او میگیرد، توهینش بکو، لطش بکو، برقش بته، لچش بکو، استادش بکو، بازو میاد نظام کثیف تو را میپذیرد. همین میشود. تو همین تو کار در حق ما کده برو، هر توهین کده برو، باز من میگم که تو خیلی خوب آدم هستی، تا زندگی کارا نمیکنه. تو انسانیت که تو شروع باید بکنی که نفر بگه که بالکل همین تو خیلی خوب گپ زدی و ما غلط کردیم. این اسلام از این خاطر میگه که مجرم که میگیرد با او بس ورزش‌ها پیش میرود. در حدود هم یک بار ببینین، در اقرار هم ببینین 10 رقم گپ بر جرم میکنه. از آن میاد پیش پیامبر خدا علیه السلام اقرار میکنه، بعضی نباز میگن ای تو نکردی، با اشکال مختلف دورش میکنه، نمیخواد که میگه بشه بشنود. مرد میگه که یا رسول الله سر ما حد جوری که یک زنکه را بوسه کرده، باز اوی طرف آخر که هیچی میشود، باز برش میگه که نماز بخوان. نماز که خواند باز برش گفت که برو خدا برد بخشید. نماز خواند برش بخشیدش. یعنی اسلام عزیز در باب تثبیت که جرم تثبیت میکنه، هدفش این نیست که یک انسان حد که حرمت بکنه، هدفش این نیست که انسان از دیگه هم بگو با زن لطش بده، بلکه به خاطر از است که این انسان اصلاح شود، جور شود. از این خاطر است. در حالی که حقوق بشر دروغین امروز به نام تثبیت حقوق بشر جنایت میکنه، ام بر مال، ام بر جان، ام بر نوامیس، و باز میگه که ما حقوق بشر داریم. اسلام عزیز انتو میگه هیچ کس حق نداره کسی را لط بکنه و در دینت نیست. و حتی چی میگه؟ ادروا الحدود بالشبهات، شما حدود بندکترین شبهه زائل بکنین. یک کمک شبهه آمد زائلش بکن، نمیخوای که این تطبیق شود. ادروا الحدود بالشبهات. و از این خاطر حتی یک چیزی که ثابت هم شود نمیخوای که همین حکم چی شود. مثلا یک کسی قتل کرد، یک طرف به خاطر اینکه عقده ها را از بین ببرد
حقوق تثبیت بکنه، عدل و استقرار در جامعه بیاد، قاتل را بسته کرده در پیش ورثه مقتول میماند. اینه این تفنگ و این چوب رو بکشش، هیروین بزنی، جدی برخوردم دایت می. چرا عقلت خراب میکنه؟ تو واسطه عقلت از حیوانات دیگری برتری پیدا کردی. حفظ نسل، هر کس باید پدر و مادر و قوم داشته باشه، نباید زنا و اعمال شاید که انسان‌هایی که پدرشان معلوم نیست، مادرشان معلوم نیست، در جامعه تبارز بکنه. از این خاطر میگه حجاب مراعات بکن، از این خاطر میگه نکاح باید داشته باشی. و در بعد معنوی یک سلسله چیزایی است. در بعد معنوی سلسله ارزش ها میدهد. انسان شخصیت انسان باید محفوظ بداره. ببینیم که احکام خاص را برش میده بخاطر که کرامت انسان محفوظ شه. میگه وش کنی، غیبت نکنی، تجسس نکنی، بدگمانی نکنی، این کلش برات میگه، تهمت نکنی. این چیزایی که معنویت حفظ میکنه و سر هر کدامش دلایل قاطعانه میده. کسی که بهتان میکنه لا يدخل الجنه، داخل نمیشه، که قطاط، کسی که سخنچین است، از به او مره. کسی که بهتان میکنه داخل جنت نمیشه. یا ایها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم. وش کن تمسخر نکنی. ولا يغتب بعضكم بعضا، غیبت یک دیگرتان را نکنید. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، نامای غلط به مردم نگن. مردم با شرط باید آواز بکنی. این کلش به خاطر حفظ حقوق انسان است، حفظ حقوق بشر است که قرآن کریم برای ما و شما میده. ببینید کل بخش معنوی است. این کار را نکو، این کار را نکو، احترام بگذار برای انسان. بنان غیبت، حرمت غیبت از این خاطر است که بعد معنوی باید جور شود. تجسس از این خاطر حرام شده است. نامگذاری های ناروا و زشت از این خاطر حرام شده است. تهمت از این خاطر حرام شده است. کتمان علم، نمیتونی که علمت بگویی. کسی پرسان کرد و میفهمی باید بگویی. حرمت سحر و جادو از این خاطر حرام شده است. این کار نباید بکنی. حرمت ایجاد رعب و ترس در جامعه، کار حق نداری. از این خاطر میگه که هر یک کسی که سر یک کسی چی انداخت، تفنگ کشید یا کارد کشید یا شمشیر کشید و گو نفر میمره بدون چیز، این قاتل است. این کار نکنید. حتی در بازار میری بعد میگه تفنگت نگاه بکن، وش کنید تو نری که دیگه کس بترس از بشه. به این شکل دا باید تعرض نکن. این کل چیزایی است که اسلام عزیز برای ما و شما داده و به خاطر تحفظ همه انسان و حفظ حقوق انسان حتی برای ما و شما میگه که همین جامعه تان نگاه بکن. حفظ محیط زیست که ما امروز میگیم، اسلام به خاطر ما تو میگه. از خاطر از دو تعبیر باید نگاه شود. هم از نظر معنویش که نمایش در حرمت غیبت و حرمت سحر و حرمت تجسس و حرمت تنابز بالالقاب و حرمت کتمان، نه چیز تربیت میشه. یک جامعه خوب این میسته که اینی چیزا دو نباشد، همه چیز خوب باید باشه. از نظر معنوی حفظ باید بکنی. چه رقم حفظش میکنی؟ ما شما ششتیم یک نفر غیبتش رو کرد، تو مکلفیت داری که برش بگی یا شیخ بیا کمی سخن خود تغییر بکنیم که خداوند متعال ما شما را میگیرد، فوراً اعتراض بکن، نمانه که غیبت ادامه پیدا بکنه. یک جا میبینی که سر کسی تمسخر زده میشد، نامش این نوان گرفته میشد، با چشم و با دست و با نام او را توهین میکرد، چوب باز نباش، فوراً اعتراض بکن که در اسلام عزیز ما گپ سر قوارا نیست، گپ سر نسب ها نیست. انسان است و الله ده برتری برش داده که قبلا عرض کردیم. تو حق نداری که تعرض بکنی. جور کو جامعه تا به شکل جورش کو. هیچگاه نخواهید که در جامعه فساد بوده باشه. با حفظ محیط زیست، یعنی مجالستان از نظر معنوی درست باید بوده باشه، خانواده‌تان باید درست بوده باشه. کسی که تعرض میکند دستش فوراً بگو و نگذارش که این مجالس به فحشا و به منکرات و بین آن آلوده شود. این مسئولیت ما شماست. حفظ محیط زیست تبوک از نظر معنوی. دول سرنه در عروسی ها ما میبینیم گوشت به حساب پنبه میمونی، هیچ کس نیست که اعتراض بکنه. برای خدا اعتراض بکن، چیرش خنی را شروع کنی، بندش کنی رقم خرافات. و عین شکلش این خیرات های جعلی مفتخور بندش بکنی. جامعه باید اصلاح شود، برش گفته باید شود که کار را نکنین و محیط باید جور بکنین. زیرا ما تو مدل اسلام را میدیم، ما تو تعبیر از اسلام میکنیم.
یعنی کل کارهایی است که از نظر چی باید اصلاح شود در بعد معنوی جامعه، اصلاحات جدی باید صورت بگیرد و این چیزی است که اسلام برای ما و شما امر میکند. و حتی به این اندازه است که یک روز یک صحابی بود، نامش فراموش کردم، در احرام بسته کرده بود. در احرامش چی بود؟ یگان گل بود. حضرت عمر صداش کرد، گفت چرا را بسته کردی؟ گفت صاحب خود مهم نیست دیگه. یعنی احرام خب تکس باید دورش بدی دیگه، این سفیدش به اصطلاح گلدار چیه؟ گفت نه، تو کسی نیستی که تو را مطالعه بکنم. تو صحابه پیغمبر خدا هستی، تو کی رقم بپوشی دیگر را از تو الگو میگیرند. تو باید صحیح بپوشی. ولی ما تو مسلمان هستیم. این کافرایی که در اینجا آمده و این سیکولرایی که در اینجا هست، هرگاه خانه ما تو را و جامعه ما تو را، مجلس ما تو را از نظر معنوی ثابت ببیند، غیبت درون نباشد، تجسس درون نباشد، بدگمانی درون نباشد و خرافات و لهویات در اون نباشد، اخلاق و معنویت در اوجا بوده باشد، خود با خود دعوتش به خیر کرد. از جنبه مادی محیط باید حفظ شود. اسلام عزیز بر ما امر میکند که نگاه بکنید محیطتان را، چتلیا و گندگی را ختم بکنید. النظافه شطر من الایمان، یک بخش بزرگ اسلام نظافت است. نماز بی وضو می شود؟ نه. جای وضویت خراب باشه نماز می شود؟ نه. لباست گنده باشه نماز می شود؟ نه. کلش به خاطر همین است. تو محیط نگاه بکن، جان را نگاه بکن. چی رقم مسلمان هستی که در خانه تا پاک میکنی با جوریش میگیری در مابین سرک ایلش میدی؟ خشمه که سرک از من است. چه رقم مسلمان که $1,00,000 $2,00,000 تعمیر را جور میکنی که برش بگم بیان 10,000 روپیه یک جا بکنی همین سرک قیر بکنی، سرک خودت دیجا باز غریب میشی، اینجا باز نمیدی. هر چی که از دستت انداخت شو انداخته میری. برای خود این محیط کشور خو از ما تو است. تو باید در نظافتش فکر بکنی، تو باید متوجه بوده باشی. شما باور بکنید یعنی عجیب است. یک نفر بر ما دیروز قصه کرد، گفت در چین بودیم، گفت همین سیگرت کشیدن که می سیگرت می انداختم، شما باور بکنید گفتم با مجرد که دستم افتید، گفتیم دیگه نفر فورا دستم تو انداخت. اما انداخت گفت که می گرفتش. یک خجالت کشیدم که هیچ پرسان نکن که می سیگرت انداختم دیگه کس فورا او را از زمین ور داشتش، نماندش که دو جا بانه. گفت گرفتش دیگه چی انداختش ده کسافت دانی. از ما شما که سرچپه است. اگه پیپسی خوردیم، اگه پلاستیک، این پلاستیکایی گیریش خنده که هیچ گم نمیشه، هر کس در موجا مندازه و سرک را کلش پلاستیک گرفته. ای برادر گلم این خیلی کی میوار داره؟ خب مکلفیت ما تو هستن. هر جایی که میری گندگی است و کسی نگاهش نمیکنه. من حیث مسلمان محیط نگاه بکنه، این مکلفیتت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌کرد ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بهیمه الا کان له به صدقه. یک مسلمان که یک چیز را میکارد، یک نهال میشاند، یک چیز را زرع میکند، از او پرنده، از او انسان، از او حیوان نمیخوره مگری که خداوند متعال در صحف اعمال از صدقه نوشته میکنه. پس چه قضیه باز که هر کدام ما همه در این خیر خوب باید داخل شویم و متوجه بوده باشیم. فکر باید بکنیم، هم در خانه خود و هم در محیط خود، در مساجد خود، در جاهای رفت آمد خود. یک چیزی بد در زمین میفتی ور دارش و انتظار از این نکش که دیگه کس وارد. تو مسلمان هستی کارا باید بکنی، تو نظافت باید مراعات بکنی. چرا در نماز در نماز جمعه میگه غسل بکن، عطر بزن، صحیح استاد شو، پایت باید در مساجد نفر میشناسه که پای ما گنده است، بوی میده، ترقی که داخل میشود، کل مسجد بوی میگیره. ایران بونی که خدا کدام طرف بگریزیم. یک تعدادی که سجده در جای برابر شود فورا دیگه عرق میگیرید. او مسلمان ها، تو مسلمان هستی، نماز میخوانی، داخل مسجد نشو، میفهمی که پایت بوی میده، برو بیرون پایت پاک سوچه بشوی، باز داخل مسجد شو. این واجبیت است و این کارت است. نسوار میزنه دیگه قرای که درخم دهن بد بوی میده. یک روز چی بود ما درس میخواندیم، باز چی شد دیگه فقط یک بحث آمد، گفت اگر زن به اصلاح گنده بغل بوده باشه چی باشه؟ حق شوهرش است که طلاقش بده. باز ما گفتم والا این نسواری ها هم زنا باید طلاق بده. این نسواری ها باید طلاق شود. از طرف زن
بره به محکمه و شکایت بکنه شوهرش و بگه این شوهر ما است نسوار میزنه، دهنش بوی میده. یا باید نسوار بند میکنه و یا من طلاقش میدم و من که قاضی باشم والا کم سرش نکنم. تو طلاق ولی بکن تیز میکاره بکن. دهن پاک نمیکنه، برس استعمال نمیکنه، مسواک استعمال نمیکنه. چی گپ است که من نسوارم بایزی میزنه؟ این عجیب است، این کار نارواست، این کار صحیح نیست. همین حیث یک مسلمان باید فکر بکنیم. بهترین سنت عطر است، چرا استعمال نمیکنیم؟ چرا این استعمال نمیکنیم؟ بهترین سنت مسواک است، چرا این در جیب خود نداریم؟ این مسئولیت ما شماست. نگاه بکنیم، خودم نگاه بکنم، محیطم نگاه بکنم. الله جل جلاله به ما شما توفیق عنایت بکنه که این ارزش‌ها را در زندگی خود تطبیق بکنیم، بیاریم و ناگفتن همانه که دیگه کس نمیاره. خب کلش ما شما هستیم که در اینجا ششتیم. انتظار دیگران نکنید. شما هستین که باید بسازین، شما هستین که باید دعوت بکنین و شما هستین که مدل باید بدین. دیگه دستتون از دیگرها وردارین که دیگرها بر شما. این ما شما هستیم. تعهد بکنین، خدا شاید همین کارا کلش میاره. خود ما شما تعهد بکنین. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.